که باشه درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، مخلصان عزیز، امیدوارم که همه کس خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین و درود خداوند به خانواده یک و یک شما باشه. هموطنان عزیز، یک کمی درباره بدخشان صحبت میکنیم. اگر شما بیدار باشین، خسته نشیده باشین، поддержка کرده، поделить کرده، лайк монда, фикр назаратон аз зери коммент навишта меистен мо дар бораи ҳалли масъалаи ҳамин камбудиҳо гап мезанем ва тарафдорои раҳмонов метавонед ки шумо мезоратона чапа пушен ҳурра карда ҳамин ячи навиштан бигирен, фақат дар қорат набошад, дашном набошад, дига фикр назартона бинависед. ببینین هموطنان عزیز، در حالاتی که هر باری که من حرف میزنم، نه همه حرفی من دشمنی یا که بگیم که رقابت با رحمانوف باشه، بلکه اکثر حرف های من یعنی سویت هست، اصلاح هست. اگر که همون اجرا کنه البته که کم نمیشم. ببینین امروز قرغیزستان از حرفای ما مثال استفاده برده ایستاده است، در حالت نیترال زون کردن، مردم کوچاندن و بگیم که یک مقدار زمین مثال گیریم باید خانه نباشه، سیتکه باشه، یعنی که در اونجا تنها میتونن آدمو زمین کنن، کار کشت کنن، اما زندگی نکنن، حق زندگی ندارن. کشت کردن ده حق دارن، یعنی یک مقدار زمینه ما در نیترال زون گذراندیم. گفته مثال گیریم گپ زد و پیش از اوی تفسیر را ما در تاجیکستان دادیم، یا که گفتم که اگر من پرزیدنت باشم، یعنی که ما نایت نایما گفتی هم گپا ازبکویا مطال خوب دارن، نه سنگم نه منگه. انم خیلی میکردیم، قیچ میکردیم برای که نه طرف روزی نه او طرف. خلاص برای چی این کارا میکنن آدمو؟ در حالتی که انسانی که تاریخ خودشو دکزد کردن نمیتونه، انسانی که بدن خودشو دکزد کردن نمیتونه، انسانی ضعیف است، حداقل همین کارا استفاده میبره، حداقل همین کارا استفاده میبره. اگر که دکزد کردن نتونه، زورش نرسه، بترسه و گیم قوا نکنه رقابت کردن ده، حداقل همین اصول استفاده میبره، نیترال زون میکنه. بگیم همون نیترال زون ده نه ای حق داره نه ای حق داره. برای چی؟ برای اون که نه دیگر قزاقستان قرغیزستانی طرف تاجیکستان تیر میپرونه، نه تاجیکستانی طرف بگیم که او تیر میپرونه. سبب چی؟ سبب زون نیترال نیست، یعنی اون نزدیکی ده هیچ که زندگی نمیکنه، هیچ که نمیروه. و کمبودی ها هم از همین جهت بگیم میگن که اگر با همسایه جنجال که داشته باشی زبور تا بلندتر که میگه تو که گفتی هم گپام پرابلم نشود، انا مرغت خونه ما گذشت گفته با جنجال نشود. گرچه اگر با همسایه خوب نباشیم زبور تا بلندتر که چه ما همسایه قطعی پرابلم کرده، جنگ جنجال کردن ده، یا از یا وجب زمین بگذار یا که وجب زمین بگی یا دیوال تا بلند که. خلاص یعنی که ضعیفی امام علی را گفتیم که مثال حداقل همی کارا میکنه. یعنی برای چی گپ ما گفتم؟ برای اون که اکثر سخنهای ما تفسیه است به حکومت، یعنی که همچون سویت بگیم بیسپلاتنی سویت میتیم حکومت ده که آینده چی قدم بمونه، چی کار کنه. در حالتی گویم که امروزه حالت در زدنی بگیم که بدخشان، یعنی که اونو دیگه هیچ کاره قبول نمیکنه و هیچ کاره دیدن نمیخواهند در اون منطقه، بگیم که و پچینیت کردن نمیخواهند به یگون قانون، به یگون چیز. از نوارهایی که ما میبینیم اکا ابسودید میکنیم میگیم
و اون چیزی که حکومت میگه ایچه او میگه که ما قانون پچینه میکنیم حکومت قانون ویران میکنه. البته ببینید دوستای عزیزم، ما یک زمانه یک اوغل داشتیم، قصه را دوست میداره نه شما؟ ببین قصه بگم. یک زمانه یک اوغل داشتیم، در درونش 3 تا 4 تا گاو داشتیم، یک 3 تا بز و گوسفند دیگر داشتیم. و همه وقت اوغل دو دم میدرومد میبرومد، مرغامون میدرومدن تخم میکردن، کنجی اخراده انا میرفتیم توزه میکردیم، بگیم نگاه بینش میکردیم. بعد یک مدتی عموما طرف اوغل نرفتیم، سببی که دیگر نه گاو داشتیم در اونجا، دیگر نه بز داشتیم، نه دیگر چیز، دیگر نه مرغ داشتیم. همتا موند اوغل، یک مدت موند، هیچ که نرفت طرفش، درش هیچ که اوی نمیکرد، برای که کار نداری چی کار میکنی رو درش اوی کرد. یک زمانی خواستیم باز کمی گاو گوسفند کنیم، گفتن که اوغل تعمیر کنیم، همون چیزو را یگون گوسفند و گاو بخریم بیاریم گاو گوسفند کنیم. در اوغل هوی میکنیم، درونش پری کشدم و نمیدونم یا نمود حشراتو پیدا شده است، در اونجا در اومده نمیشه، یعنی که میگزند. یا اوغل علو زدن در کورد، یا که невозможно قمیش قطی بولوش محکم بود، قمیشو درونوش چون چیو پیدا شدگی تورتانا کلون کلون غندالو پیدا شدگی، هم قم قدنبا دورا غندالو کشدم پیدا شدگی. یعنی خلاص دیگر نرسیدیم، اما اوغلا چپاشید رفت، هم تا خودش ایستوده هم خود با خودش چپاشیده، هم کشدموش قطی بگیم که همون نابود شد. وقتی که یک جا تنها میمونه، البته که اونجا ابیتاتل پیدا میشوه، یعنی خزین پیدا میشوه و اوغل ما بد همونجا نباشه. من خودمون مهنت کرده ساختگیم، اونه که همون کشدم اجازتی در آمدن نمیداد، مادر نمیگفت که جای بچه مهنت کرده اوغل ساختگی، یا بچه دلایش تسم زدگی بدی تو ورده بدی، قمیشوش تو درویده ورده بدی، یکم که جو تو در اینجا گاو نگاه میکردی، اینجا منطقه تو هست، خیلی حاضرش در ما ورمینی زندگی داریم یا که همجا ما زندگی داریم، مایلی بیو ساومس نه دروژیت کنه میتری نبده. یعنی که در اوغل ساختگی خودم همون کشتم و همون تورتاناک غندالو در آمدن من خودم میترسیدم. برای چی؟ برای که گزیدنش ممکن بود، میگزید و خد نزنش نمیگزید، تو را سیلا نمیکنه که مهمانداری نمیکنه که یا پیوله چای کده بیا چند قبل دای اوغل نبدین و اومدی گفته. یعنی خزین پیدا کرد بگیم درون در تو پیدا کرد که دیگر نخواست که من ساختگی انسان داخل شم در همون درون، دیگر هم تموند چپش رفت، ای سر کشتم هم اوغل موند، ای سر غندل هم اوغل موند. یعنی عادی ترین چیز ده، عادی ترین. و در دیگر جمعه میبینیم همون کشدم قطعی انسان ها بازی میکنن، دروبرو میکنن، مثال گیریم آموخته میشه در انسان، شعر هم در انسان آموخته میشده است، بگیم تمام همین چیز میشه که آموخته شوه با انسان رام شوه. اگر یه مدت دست دور شوه، یعنی او دتا بگیم که با دیگر چشم نگاه میکرد است. از آن جمله هم منطقه تاجیکستان ما، یعنی بدخشان ما، یه مدت دراز بگیم که ازلهای ازل یکی از سببگروش مله ها بدن، یکی از سببگرهای چیز مله ها بدن. سببش چی؟ سببش که مثال گیریم ما یک زمانی میتونستم که یک دختر از بدخشان آیله دار شم، برای که شناسامون بود، آیلوی شناس ها بود، بگیم که اما در مغز سری ما چی داخته بودن؟ اگر تو زن از بدخشان بگیری، یعنی که پامیری بگیری، پامیری شیعه هست و هفت پشتی تا حرام میشه. بگیم که اگر یک دهن مادر میگفت مثال همون دخترشه، شاید نمیگفت، مثال گیریم
و مفکورای مادری ما هم میبود مثال گیریم که از او اگر کلین کنی یعنی که خونت حرام میشه چای خوردن ممکن است نون خوردن ممکن است خلاصا بعد یک چیز بود که اگر که از بدخشان کلین کنی و در بدخشان دختر بودی ترس دیوات هم میکردن مازوق میکردن در منطقه یعنی همین خیلی چیز بود همین تا عدلیت کردیم یعنی موندیم طرف موندیم ده همین تلا کردیم اون طرف کی کارو شما مودا در کنستیم بعد منتالیتت هایی که ما داریم بسیار بگیم که منتالیتت هر کس برای منتالیتتش سخت چی میکنن یعنی که اتستایود میکنن ده میستن در همون منتالیتتی خودشون از اون جمله دیگریش یا که دیگریش مثال بعضی مردم ما بعد از زن گرفتن زن مثال گیریم از تمام حق محروم میشود هر چیزی که شوش میخواه همون میشود اما مردم بدخشان ما خیلی نیستن مثال گیریم اگر شوهر هم کنن و دیگر هم کنن مثال گیریم یک مهر خاصی خودشون دارن با اهل اولادای خودشون اما بچه تا بچه حتی که از یک قشلاق بدنشون برای او را بگیم که یک خشت خیلی فهمیده میشه برای که او ایدیست بینی همون ارالش نبودن الهیده مونده برای او را قدر داره یعنی که مثال همسایه‌ای که ما بود از همون بدخشان باشه برای او را کافی بود دیگر او فرق نداره که مثال گیریم چی هست چی نیست مثال شوهرش در روسیه بچه خورد داره دتا یا تا دخترچه خورد داره و دخترچهش با مایده تر بود بچهش یک 10 ساله اما خیلی بود 12 ساله 11 ساله بچه چه داشت کلانیش مایدکش یک 8 ساله بود خیلی مثال می اومدن همو ماشین می راندن کمازیستا و غیره ها که از بدخشان بودن می اومدن مثال خوجان در خونش مهمان میشیدن مثال ایره شوهرش نیست که در روسیه هست دمو چیز قبول نمیکنن مثال اما ما 100% باوری دارم که و در بیناشون یک مهری بگیم که یک اکاودو در وری بودن عبید پبید یکون چی میکردیم ما هم تکلیف میکردیم و میگرفتیم میرفتیم پیششون میشیشتیم بازم وقتو مثال لباسای همون کمازیستایی که هستن از بدخشان همون چرک میشید جزیر خیلی راه دا چخیل هفتهاش قطعی میمونی راه عذاب خیتاب مثال این انگم همون موشینکه دا یا که دستکی هم باشه شوشته لباساش قاق کده و توک کده بگیم که میدود یک همشهریش بود تنها پروست همشهریش بود اما این چیزا قبول نداریم مثال گیریم که یک بعد از که ما گرفتن زن حتی که دیگر لباس یکش شوشتنده ما اجازت نمیتیم مثال گیریم هم خیلیم ده حتی لباس پدرش شوشتنده اجازت یعنی که گویا که ما سابسترینیم ده که روچو دمو پول خزینیم هم خیلی منتالیتت داریم همین منتالیتت ها و همین سخن هایی که دامله ها ما را جدا کردن پیشتره بگیم که مثال مردم خوجنده کافر میگفتن خفه نشون مردم خوجند مثال هم دامله میگفتن که او کافران ما را قبول نداشتن و مردم خوجند او طرف قبول نداشت برای که میگفتن که او اتستای و چیدگی است از تمام دنیا یعنی که تمام کرده چیا یا تار مزنی قفا موندگی است هم خیلی ما منطقه بر منطقه اون آبشی جدا بودیم بعد از اون با درونی منطقه دا با قشلاق جدا بودیم با اولاد جدا بودیم با کوچه جدا بودیم با دادرنی خونه هم گفت که همون گپا دختر و بچه ها جدا بودیم کمانده بگیم که کدام طرف تقویش کدام طرف اماش این طرف بگیم که تقسیم میشیدن با خیش تبارو در درونشون کمانده بودن جدا هر یک کدومش بگیم که میش خیتشون نداشتن چخ خیتشون همین خیلی جداگی ما عموما جدا بودیم برای همین مشکلی امروزایی که ما
бадахшон дорем мебинем, ҳамин мушкил омада рӯ зад, яъне ки ӯ намехоҳанд барое ки мо ӯра талкат кардем ва ӯ мора талкат карданд, хулас алоҳида мондем. Каждый сам по себе калон шидем ва каждый сам по свое правила, яъне ки ҳар яктамон ба ҳамун правилаи ҳаёти худмон қати калон шидем. Мо айёра қабул надорем, ё ай мора қабул надорем. Ва имрӯз оқибат омад, бигем ки даст ба гиребон ва каштал ба каштал, бигем ки шид. Агар ки мо бештар хештаборӣ мекардем, имрӯз ҳами камбудиё намешид. имрӯз ҳами камбудӣ аз байн мерафт. ин камбудӣ метавонист ки қалиқ қатӣ шава имрӯз. ин камбудӣ метавонист ки имрӯз лақай қатӣ шава. ин камбудӣ имрӯз метавонист ки қатаған қатӣ шава. ин мешид ин чизо. барои чи? Барои он ки чи ҳами камбудиро пешша гирифт, яъне хештаборӣ, яъне дихта додан, дихта гирифтан, аралаш шидан. имрӯз холаи мара ҳамаи келинош тоҷикай, ҳамаш дута холама 12-13 бача доранд, ҳардаш яки хеле шашҳафтаӣ, ҳамаи келинош тоҷикан, ҳамаш. дихтароша баъзеша дар тоҷик додагиян, баъзеша дар қалиқ додагиян. қалиқ дар додагиёш бо дихтарша дар тоҷик додагия, яъне ки набераи холам. яъне ҳам хел умуман дар уҷа ҳис намекунӣ, дар уҷа мисол тоҷик ки аст, қалиқ ки аст. командо ҳама ҷамъ мешаванд, ҳама мешинанд, ҳама аралаш айда, ҳичкара аталкат намекунад. замони ҳамин замон буд ки эу қалиқай мегуфтанд намешава, эу лақаяй намешава, шитарияй намешава. яъне ҳамин боис шид ки бигем як замони байно мисли ҳамин Бадахшону бигем ин тарафо ҳамин қалиқи тоҷику лақаи тоҷику қатағану дигар ё аз он ҷумла имрӯз лӯлитаборҳое ки мо дорем. ва ин чизам рӯзе қудрати худша пайдо кард ва ултиматуми худша мемона, мегӯяд ҷаб ё ту кӣ маро указыват мекунӣ. вақти нотавон аст хаб мекунад. ҳамин чиз шиданаш мумкин буд. ин чиз на танҳо ба Бадахшон шидан мумкин буд, ин чиз ба қалиқ мешид, ин чиз ба дигар кас мешид, дигар ҳолато мешид. яки сабаб бисёр дихтар додану дихтар гирифтан, аралашидан, қидашидан, ҳамин чиз бигем ки чӣ шида, хеле ов шид, рафт. ҳамин ях ов шид, аралаш шид. барои ҳамои камбудӣ байни ина дигар миллатҳо дида намешавад. мисол дар Тоҷикистон зиндагӣ мекардаги лақай, қалиқ, қатаған, дигар миллатҳо ин чизо дида намешавад. камтарин ба назар мерасад, назар ба пеш камтарин ба назар мерасад, камтарин мерасад. агар ки ҳукумат Эмомалӣ Раҳмон агар ақлаш боша, ё ки Рустам оянда хоҳад ки яъне ки президент мешавад оянда. ва алейкум салом, созум бародар раҳмат, узр ма комментариятонро нахондистам, то ки гуфтум отвлекат нашам, яъне ки ҳошем дигар ҷо нарава, бигем ки ҳамин имрӯза тавсияма хушрӯтар бирасонам. бибинед, оянда Рустам мехоҳад президент шавад. албатта ки яъне ин камбудиро ҳал кардан дар кор ҳаст ояндада. албатта барои як барнома дар кор аст, як проблема дар кор аст, вале чизе ки бигем бояд ин камбудӣ чӣ шава, ин камбудӣ ҳал шава. барое ки ин камбудиро ҳал кардан чӣ кор бояд кунад? ин камбудиро ҳал кунад. камбудӣ чӣ хел ҳал мешавад? камбудӣ ҳалли масъала дорад ва ҳамаи министр вазирора маҷбур мекунӣ ки бачаҳошонда духтари Бадахшонӣ келин кунанд. яъне дар оилашон, набераҳошон бигем ки
اوچش بدخشانی باشه. اگر بچه نداشته باشه مجبور میکنی دخترش در بدخشانی بته. دیپوتات ها کدومی که درمو وزیر کار میکنه، نظیر کار میکنه، بگیم دیگه جداست، مجبور میکنی کاره. اگر خواهی که رستم یعنی که آینده فردا همین چیزها رئیس های کلخوز، رئیس هر کی در هر جا کرد، امنیت نچلنیک پچلنیک رو همشه میتونیم یه تیم دیگر دخترش با بچه بدخشانی میگویم میوی میتی و اینجا کلین میکنی. این اولین واریانتی هست که بگیم که استابیل نیست، بولیمنی پیدا میکنه در بین مردم. برای که وزیر همه دهانی رستم دهانی امام علی را نگاه میکنه. اولین چیزی که هست استابیل نیست، اما که بالانس توغری میکنه همه چیز است. میگیم که پول نیروز مردم توغری کردن، قانون میبروری مردم کردن میگیره تمام. یعنی که چی است؟ هر جوانی که دختری بدخشی یعنی اویلادور میشوه، از اویلای توجیک باشه، قلق باشه، لقای باشه، قطغن باشه، از دختری بدخشی که اویلادور میشوه از دوشنبه خونه پدرکه میکنیم یا از قرغن خونه میتیمش یا از فلان جا خونه میتیم. البته این چیز ده اوزی هم مردم برای خونه جان میتنن کوشش میکنن، بعد میگن که دنا ما از چیز میگیریم. و کدام بچه بدخشی که بگیم از قرغن از دیگر جا و از خوجند از دیگر جا زن میگیره اویلادور میشوه، همچنان برای او بگیم که ای دل خواه جوش میشون میگه که من از خوجند اویلادور شدم در خوجند میمونم. البته در اویله بگیم که خونه دادشم. در این حالت بگیم که بولی ما استابیل نیست پیدا میکنیم، یعنی که بالانس پیدا میکنیم. برای که وقتی که دخترش در اینجا باشه یا که از اینجا دختر گرفتگی اونجا بردگی یعنی اویلادور باشن، دیگری طرف نگاه کنه خسر خشتمانی طرف نگاه میکنه پدر و مادر، پایان نگاه میکنه فرزند رو پروش زنش، چیکار کنه؟ یعنی ما استابیل نیست پیدا میکنیم بیشتر. چیزی دیگره که همین منطقه قرغیزستانی که ما داریم، همین سرحد تاجیکستان ده، در این طرف های چورکو این طرف ها مثال گیریم از ما از همون پیش از همون بگیم که از دشمن ها و از دیگر کس ها و اصلا آدم های بگیم ریلیگیوزنی آدم های ما او طرف ها که ها در گرفتن رفتن موندن. طرف های قرغیزستان هم سرحد آدم قدر نبود وجود نداشت. قرغیزستان هیچ که نمی اومدی طرف هم زندگی کردن، یعنی طرف عبود موندگی، طرف جزیره اومده عبود کردن یک امر محال بود. چیکار کرد قرغیزستان؟ هر یک انسانی که جنایت کرده بود باید سود میشوه، باید زندان بروه. یعنی براش دو تا انتخاب داشت. همون دوره پیش دو تا انتخاب داشت. یکیش در همون منطقه خونش میکنن میتن، حکومت میروه در همون جا زندگی میکنه یا که زندان میشینه. یعنی دو تا اسلوبیا داشت جنایتکار و جنایتکار در زندان یا که میروه در همون منطقه در همون پوستینیا در همون طرف بگیم همون گرانیسای تاجیکستان همون طرف ده میان همونجا بگیم که زندگی میکنه. اونجا آدم نبوده ایو طرف ها مثال گیریم. همین طرز گویم که آدم همین منطقه ده مثال زیاد کرد. طرف گرانیچنی زونه ده همه وقت در زونه گرانیچنی باید آدم باشه. برای چی؟ برای که حمله میشه و کمبودی میشه و بهبودی میشه، یعنی که از همون طرف از همون گرانیچ میشه. اگر که هم قدام امام علی رحمان زندان نکرده، مثال بدخشان ما ده هر کم زندگی کرده نمیتونه. مرده گوری ایران قایل شدن در کور است. هر کی هم زندگی کرده نمیتونه در بدخشان ما، برای که
من نرفتم اما از گفتهای بگیم برادرای بدخشانی شل یک خنک هست از همه ینگایی که مثال گیریم همسایه من بده تا که میگه پختن آش بگیم همه چیزو خیلی کیستان و خنکی دویمو سردی دویمو سردی خنکی اونجا مثال حاجی لبوی انسان بگو که تو اگر همجا تولد نشده باشه لبوی آدم بگو برای زندگی که نمیکنه هم پراکرور سود و سودیه های امام علی رحمان هم خواست برای خاطر پول یا که بگیم که مجبور رویشون میکنن همجا میستی کار میکنی گفته اگر اختیار باشه حیات دور اونجا نمیره کار کردن یعنی بگیم که مجبوری میرون اونجا البته که اگر همین در این طول 30 سالی که میشل کمبودی کردگی انسان و غیره و غیره ها را ما وجود یگون کارخانه ساخته یگون سنگ ابراباد که میکردگی جاها ساخته مثال گیریم اما آدمایی که زندان میشیدن همین را زندان بردن مثال انتخاب که میره یا در همون زواد کار میکنی در همونجا میستی خونت میتیم زندگی میکنی یا که زندان میشه البته که اگه انسان چم زندان شدن همونجا را انتخاب میکنه البته او خودش نمیخواد در اونجا بیستن نو ورمیندن یکی فرزندی او بعد زاده همونجا میشه او را طرف بفورد نفوره فرزندش بگیم که اونجا بول میست یعنی اهالی را زیاد کردن به دو جده کمتر اهالی را زیاد و ارالش کردن برای چی ما اول در مثال آغل ما نگفتم که مثال وقتی که از آغل که مثال ما گوکی نداشتیم اونجا مثال دیگر چیزا ضبط کردن گرفتم همین طریق بگیم که این مسئله را میشید که حل کرد همین طریق میشید که مسئله را کمبودیش حل کرد و آینده هم ولی هم دیر نشده از این چیزو ده آینده هم برای چی اینو میترسن نمیدونم میکنن نمیکنن یا که بیزنس های غیر قانونی همجا دارن میلیارد درآمدها دارن خاص برای درآمد گفته تاجیکستان جزیر کرده ایستادن گفتم کو از خارج خودشون پول میگیرن تهمت در سر ما میزنن که خوجای خارجی داره کی را نمیدونم نابود کردنی از تاجیکستان نامعلوم برای نابود نشه گفته تاجیکستان میلیون دلار پولا داده ایستادن گرانت ها داده ایستادن یاردم داده ایستاده است باز همین شگری بنده گفتم که میگه که در اروپا و خوجا دارن خوجا و را پول میتن تا که تاجیکستان بگیم نارام کنن نابود کنن من نمیفهمم همین چیزا را من اکثر گپ میگم که برای امام علی رحمان سویت است یعنی ساختن حکومت یا که حکومت داری یا در برای زمین ها گپ زدگی هستم میشول گیریم چی باید کرد با زمین ها چه خیلی کار کرد با زمین همه چیزا یک سویتی بپول اگر آدمی که عقل دارده یک سویتی بپول است که از همی کمبودی و از همی کنفلیکتو بیرون برآمدن است بیرون برآمدن و که جنگ جنجال نشود کمبودی نشود همین چیز برآمدن هست از همون حالت میگن که پیش واقع میگن چی میگن یعنی پیش همه حادثه را باید انسان پیشکی ببینه یعنی اگر نگیری فردا چی میشود گفتگی گپ میشود مثال گیریم امروز چخیل حل کنیم حل نکنیم فردا چی میشود یعنی اکثر گپی ما واقعا برای امام علی رحمان هم چه بگیم که تفسیه هست واقعا سویت است اگر انسانی با عقل باشه از این چیزا استفاده بره و بگیم که خوب میشه و درباره مثال گیره من زن گفتنه ما گفتم که 4 تا زن ما افیتسل نمیکنیم 4 زنه مثال گیره
4 تا زن افیциالی باشه. در پاسپورتش 4 штамп بزن میزنیم. 4 تا عکس کاغذ گرفتم در حقش میتیم. مردک ده برای چی؟ برای اون که همین کارا کردستن کو به همین قانونی. همین را قانونی کنیم فردا جدو هم شوند در پیش قانون جواب میگن در چیشون در اویلشون. گفتم کو میشون. این چیزایی است که پیش راهی همون پیش راه کمبودی هایی که هست همونو را میگیره. یعنی پیشتر فهمیدن در کار است، یعنی که چه خیل است. شنمی راه در رفتستی اگر که بدونی اون همجا چقری هسته همینجا سکور استوجه پایان کردن سر میکنی برای که اونجا چقری هسته میزنی جانت میبروید. اگر که دیگه که استاش کی نکردی فردا میره در چقری کم تا استاد میره در چقری میزنی. یعنی همین است ما پیش راه همین را گرفتن یا که نمیدونم همین مسئله ها را حل کردن ده ما توصیه داده استودیم. امروز تمام اینمو تاجیکستان همین دهن تا برآمدگی گپ فردا قانون میشود. فردا قانون میشود. حل مسئله را پیش راهش گرفته همین است. یعنی که بیشتر فرزندها را نسلها را فرزندها را با یک دیگر بگیم که پیوست کردن است. اینمی چیزی هست که پال نیروز بگیم همین پامیری و کلابی و لیل نبودی را از بین میبردگی همین کلمه ها را از بین میبردگی چیز فرزندها را یک کردن. یعنی اینجا کلین گرفتن اینجا کلین دادن دختر دادن همین ارالش کردن ده ارالش کردن. ببینین اردی سهی مخی چه خمیر کنی سپشی هم اینجا نونش اردی اکم قطعی ارالش کنی نرمال نرمال میشه هم خلاص اردی سهی مخی چه بخری تالخه نمیشه خورده. اردی اکم قطعی ارالش کنی مازش نرمال میشه نمیفهمی که در همینجا اردی سهیم بود. پروست همه گوز نشیجه دیم سورد ارد قطعی خمیر شدگی ایده میگوی تمام مزافتر لیکن نمیدونی که سهیم قطعی اکم ارالش شدگی. اینن همی کورا کردن در کور است. اینن همی کورا کردن در کور است. برای که ما از یک وطنیم یک وطن داریم. امروز نمیشه و ایمون از ایمون خفه شیم ایمون نفرت داشته باشیم. یعنی این نفرت آینده به نسلمون گذاشته موندنمون که امروز ما میرینیم و پگه فرزندمون شما توزش کنیم. بعد میتونین کردن نتونین با شما در بلوش برینین با ریدن بگیرین در بلوش چند قدر ریدی او قدر کلان شدن میگیره پرابلم. برای همه امروز برای همون حکومتی ها میبروین همین تنی خیدشون بگیم که هرچی می نویسن بازن حالاتو اینا را وظیفه شون همی هست. من این دادیم بگیم که چی را بدخشانی را یعنی که دخترانی یعنی خانمانی از بدخشان و دیگر ما هم بدخشانی ما تاجیکستانی هم. تاجیکستان بدخشانی هست بدخشان تاجیکستانی از اینجا هیچ که هیچ کار جدو نمیکنه. انمی چیز از آستری جدو شده. من همی پرینسیپ ده باور کنین هم خیلی بگیم که نسترویت کردم که خدمه ما از بدخشان اویلدار میشم. این مرده گوری اگر یکان باشه ما اویلدار میشم. در اروپا بودگی باشه ما اویلدار میشم. یکان پرابلمه یکان چیز نیست. میتونم هم بگم که همون گپو نمی یک کوارتیر دارم میشوم سرامون هم میتخیم در همجا یا بالو میکنیم زندگی میکنیم. مرده گوری میگم نمیگه پا اتکریتا گفته ایستوده ما قلق از کلوب قلق بچه
ما باید ارالش کنیم، ما باید یعنی آمیخته شویم، نباید خیلی جدا جدا کنیم. اگر میگم کو یا مدتی اگر که ما قلقا با تاجیکا آمیخته نمیشیدیم، داده گرفت نمیکردیم، لقیا قطعی تاجیکا قطعی میگه بیب میگه هم پلاسای دیگری خالی استودگه نکنه من قفای مومد تو سوید گیلیون نایکو برای اینم بی بکوی نایده بی بگو این ای بمونه. ببینید دوستای عزیز، ما هم همون تاجیکستانیم. ما اگر یک زمان وقتی با لقیا قده نمیشیدیم، لقیا با ما قده نمیشیدن، با قلقا بگیم که قلقا با تاجیکو قده نمیشیدن، لقیا با تاجیکو قده نمیشیدن، اگر که ما همون کستای خودمون میمونده یکی امروز همون خیلی زیاد میشیدیم در تاجیکستان. اگر که هممون با خودمون یک جای میشیدیم ما خیلی زیاد میشیدیم، باور کنید دیگه حساب نداشتیم، هم زیادی ده گنده زیاد. حاضر دیگه فرزندای ما همش گفتیم گپو ایوان درگان اوچاش تاجیکه اوتاش خلق بگیم که اوچاش خلقای اوتاش تاجیک همش ایوان درگای دیگه. او فرزندی او دکو پخری نه این طرفشم این طرفشم او تاجیکستانی شید تمام. او دیگه خچه نه این طرف میگیره نه این طرف میگیره، میگه من تاجیکستانیه. ما در خیلی میگه گفت که هم گپو تاجیک خلق نکنین، ما را میگه او تام خلقه او چم تاجیکه چی پرابلم داری؟ او میگه ما را او چم لقای او تام خلقه، او میگه او تام لقای او چم خلقه چی فرق داره؟ یعنی که او ارالش شدن و نمی چیزا. ما همون کمتر اولین بار ما خوجند اومدن در همین خیلی بود سالهای پیش ما خوجند اومدیم، مردمی خوجند اصلا خطی ما سلام نمیکردن. این حقیقت گفتن در کار است. برای چی؟ برای که یه ملت جدایی یه ملت خوجند چون بگیم که پراویتل باسواد دانا میگرفتن دیگر انسان‌ها را انسان حساب نمیکردن. ما اومدیم خطی ما سلام نمیکردن، عشقی نمیکردن سلام. و دوستا که مثال گیریم بسیار شدن، دختر دادن، دختر گرفتن، ارالش شدن، حاضر همه شما میگیم که مثال خدا دارن. نازی جیانوی ما اوچش خدا رحمتی اوچشون بگیم که خوجندی بود، از خوجند است. خدا رحمتی اوتشون نکم از کلوب خوجندی و کلوبی قلق اوچش توجیک شیر بچه دوزی پخری نه میگه با توجیکستانی هم کلوب شما خدمت میگه، خوجند شما خدمت، دیشنبه شما خدمت، قلق شما خدمت، توجیک شما خدمت. برای که میگه میگه ما همش همه ارالش شده. گفتم که اردی یکم دیم سیم ارالش کنی میشون نمیفهمید دیگه نون میشه و قیمتش نون میشه. آخه ارالش شدن از دیگر و جیدو نمیکنن، و نمیگن که مثلا نه کلوب است یا که این ایجا گنده است. کلوب گنده نمیکنه برای چی آتش کلوبی است. قلق گنده نمیکنه برای بد نمیبینه برای چی آتش قلق است. خوجنده گنده نمیکنه یا گنده نمیبینه برای چی آتش خوجندی است. بگیم یعنی اکثر کمبودی ها حل شدگی هست همی جایی نمی اویلاده بسیار کمبودی هایی که بود. بگیم که اگر که فرزندای او از کلوب میبوده از دیگر جا اوچش هم همش هم قلق میبود دیگه چی میبود شاید او توجی که قبول نمیکرد یا که نمیدونم یک خوص یکون چی داشت. برای همو توصیه ما با حکومت یا حکومتی ها بگیم که همین هست که ارالش کنین، یعنی که در همین این سوهای آیله‌داری و بگیم که جوانها را آیله‌دار کردن، مثال از این منطقه بدگی جوان از منطقه دیگر بدگی دختر کوشش کنین که مثال یک کردن ده و برای او کوشش کنین که تو که یعنی که سوسیال اوروین شرایط او را توغری کنین ایشالله که دختر و بچه ها شخصا برای ما را خیلی فرق نداره. من میگم که
ما گفتگی ما در اپم پرینسیپ کردگی نیستم. ما در خواهرم پرینسیپ ندارم تو چیکار میکنی یا کیرا میگیری کیرا نمیگیری. یعنی دموکراتی است، دموکراتی جدیدن در کره زمین کدو میره میفورد. خودت میدونی خواهرم همیشه میگم در حیات خوشبخت باشی یا اپام زندگی طبیعی. من دیگه کار ندارم کی هست تو چی هست. برای ما انسان است. باور که فرق نداره از کجا است کی است. برای ما فرق نداره. فقط همین که انسان باشه که ناسیونال هم پرزنت نداشته باشه که هم ناسیونالیست باشه. ما قدر خشش ندارم گفتم. فقط خچ سفید خون بگیره و دیگر انسان‌ها سفید پوست و دیگر انسان‌ها را سیاه پوست حساب کنه. همینطوریش گفتم قدر بگیم که چی نمیکنم. و باقی خودت میدونی دیگر هم کدام میره اختیار میکنی نمیکنی. پرابلم خودت است. من یکان گرا مجبور کردگی یا که نمیدونم پرینسیپ رفتگی نیستم. نه ایرا میکنی نه ایرا میکنی نه. ما توصیه ما گفتگی هستم. بگیم که نزدیکم ده ایشون سویت ما دودگی هستم که اینمی چیز پراویل نه هست از نگاهی من. با فکر شما و نگاه شما هست. خودتون اختیار کنید طرفش. همین توی کرده دادم باشه. ما میکنم اتمتون تویتون پرابلم نیست. در شیشه خودتون زندگیتون ببینید. یعنی خیلی دموکراتی کدام موندگیم در خونه اختیار کنه خودشون ببینه. برای همو اگر سر همه مسئله اگر سخت‌تر شما بگیم که چی کنین سخت‌تر بیستین بعد از یک 5 ساله 7 ساله بعد بگیم که همین مشکلی خودش کم شدن میگیره به نظر نمیرسه. اوجه بگیم که حل شدن میگیره این مشکلی. البته بگیم 10 سال 15 سال بعد فرزندای یا 10 ساله 15 ساله جوان میشوند بچه میشوند. در بین 20 سال بگیم که بچه‌اش کلان موجیک میشوند یگید میشوند دیگر بگیم که این کمبودی حل میشوند میره. حاجت دیگر یراق گرفته و جا رفتن این کار کردن دیگر یه حاجت نداره. من برای شما توصیه برادرانه میتونم و بگیم که کوشش کنین برای مردم بدخشان هم شرایط کنین بیشتر آماده کنین متخصصوش تکلیف کنین کار در قرغان در دیگر جو در خوجند و غیره جو در بگیم که به خانه تامین کنین بیایا و کدامی که جلن داره از دیگر طرف بدخشان در میگم که جلن نداره جنایت میکنه سروکش بگیم که نمیدونم 15 سال 20 سالی که همه آدم ها را داده استین که در همونجا همون 20 سال بگیم که بدخشان روان کنه خانه داده یکان جای کارش بتین همونجا سنگ زواد پنگ زواد کنه همون بیکار خوانده در همون چیز ترمده ایو همون سنگا را ابرابودکا کنن کافل بسازن سنگ بسازن بگیم که خیلی دکوراسیا کنن سنگا را خیلی برای خانه در زدن حولیات در زدن و غیره کارو میتونیم چیکارا مثال برای همو بگیم همو زندان کرده ده یا یگان تاش خیلی جنایتکار نیستن پروست شما با تهمت زندان کردگی نیاره همشه و همینا را برای خانه شون بتین اویلا شون قطعی اجازت بتین که برین همونجا و در همون زواد کار میکنی 20 سال اویلا خدمت همونجا زندگی میکنی کار میکنی چون میکنی را محکم کده بیچاره را حیات مانونده از زندگی مانونده از زن فرزند مانونده و آدمی که گریخت و را پچینیت نکرد قانونه بعد او را زندان کنی میشوه یکی اولین بار یک شانس بتین یگان زواد بسازین زوادی سنگ ساز کنی تیلاکوی دیگر زوادها رو آماده کنین در اوجا مردمی که هم خیلی تماتش میکنین که برای 20 سال زندانش میکنین بتینش 20 سال بگین که میره بدخشان در خانه هست جا هست خانه بسازین در بدخشان هم خانه بسازین دام بسازین بگیم و بتین خانه را بگین خانه هست 20 سال میره در بدخشان مثال در همون خانه زندگی میکنی و در همون زواد کار میکنی جزای جنایت همی است که 20 سال در همون زواد کار میکنی یا در همون سخت کار میکنی یا در همون چیز کار میکنی یعنی که
این هم فایده به دولت میشود، درآمد میشود، هم فرزندای او استوسته همونجا تهجایی میشوند. یعنی که فرزندای او دیگر همونجا تولد میشوند، کلان میشوند، مکتب ساز کنین، مکتب بخونن، اینستیتوت درست کنین در اونجا، نه بگیم شفاخانه ها درست کنین. البته که استوسته مردم بگیم در منطقه سرحدی مردم در کار است در اونجا و دیگر هم تا آمیخته میشود. دیگر هم پرابلم بگیم که همین کمبودی که بگیم ما بین خودمون داریم همین چیز نابود میشود. اگر 30 سال شما همین پروگرام را میگرفتین در همین 30 سال، ما در این 30 سال اوجه از تمامی بگیم که مشکلی ها در این حال حالا ما برآمدگی بدیم. ما این مشکلی را ابسولوت نداشتیم. 100% اوجه حیات زندگی مردم ما بگیم که دیگر رنگ بود. یعنی که نبود که تو پامیری، تو کلوبی، تو نمیدونم میگی جوگی، تو خوجندی، تو این چیزا نمیشد. این چیزا نمیشد. همین کمبودی را پیش رش گرفتن. شخصا از نگاه من همین است. همتانوی عزیز این توصیه بود، یک فکر نظر من بود و در آخر گفتنی هستم یگان دخترکی که بدخشانی باشه، خصوصا از بدخشانمون، از بدخشان تاجیکستانمون، تاجیکستانیمون باشه، بگیم در منطقه اروپا باشه. اگر در همین منطقه ها باشه استودنت کشید آمدگی است، بگیم ما ویلادار میشه. نمی حاضر گفت که همون گپا های بگه مسئله را حل میکنیم، توی سر میکنیم باشه. نه برادرای که هستین از بدخشان بگیم که از دیگر جا بگیم ما هممون تاجیکستانیم. در اصل منطقه بدخشان هم تاجیکستان است، منطقه ختلان هم تاجیکستان است و منطقه سوغد هم تاجیکستان است. همه ای یک تاجیکستان است. فقط همون بگیم که چیکوش یعنی ناموش فرق میکنه. مثل همونه که یک 4 اکا و دودر از یک پدر و مادر هستند، فقط نام یک تاش نمیدونم دیگر چیز است، نام یک تاش دیگر چیز، اما پدرش یک است و مادرش یک است. اگر که نام بدخشان و ختلان و خوجند و بدنی نام ها یعنی که همه یک وطن است. فقط هم منطقه را بگیم نام به نام جدا کردن نمیدونم. باقی چیتان بگم هموطنای عزیز، فکر نظر من بود سلامت سربلند باشه. انا آخران باز هم میگم ما پروست خودم خیلی نستروید کردم خودم که یک آدم پیش از گفتن باید خودت نمونه باشه. ما گفتم ما هم یک اویله نمونه شیم با مردم تاجیکستان. ما را اینا بگیم ببینین اینا ما یک اویله هستیم، یگان کمبودی نداریم، زندگی میکنیم، انا یگان مشکلی نیست در بینمون. همین خیلی بگیم که یک نمونه نشان بتیم برای مردم. من نمیدونم که من تیموی قدر دیگر چیشه چقه نیستم، اما بگیم که اگر باشه تویده بیایه، اگر پیدا شوه باشه دختره که بگم من راضی هستم، بعد تویده بیایه، تویده فایراتون میکنم، توی خطتون میتونم من رد کریتم میگم باقی توکلتون به خدا. و بگیم که یکی دیگر چی خیلی بگم، ما گفتم که در خانگیمون همش اختیار دارد و دیگر فرق نداره برای مرا و برادر و جوان بگیم از بدخشان است، از خوجند است، از بگیم کولاب هست، لقای هست، قلق هست، قطغن است، لولی تبار هست. وقتی که همون ساز که گرفتن همون آیله کردنی باشن، آیله سالم، فرزند سالم به دنیا آورده، سالم فرزند تربیه کرده، کلان کرده که آینده در جامعه فرزندای او هم بگیم که فایدهش برسه. مرحمت با تویتون هم قدم ایتم برین اقصاقالی دیلاشو نبیوید اقصاقالی قدم میگیریم.
یعنی ای آشکار است کاری مرد همی است میگن که او تت مرد او چتا پرسون که شوهر میکنی ای در مسلمانی هم اومدگی است میگن که اگر که اپت خواهرت که بلاغت رسید یعنی از او پرسون که مجبور نکه پرسون که کمی در دیل داری کمی اومدنی هست مثال ما نفسی در زمین شده قپیده نشینیم در اینجا مرحمت که مثال بگو بیایا ما پوک پیل میتیم و آوروی محمدی سر یا پیلا شکر و یا پیلا قرطو ده نکود میکنیم برا زندگی تبینه پیچه ما گو کلو نکردیم که گوشت کنیم بزرگ دباریم فروشیم های فایده بگیریم بعضی ها خیلی داد برانده یک خیش تبور داشتیم در خونش اقساقلی اومد در قلنگش دو تا خر گفته است دو تا خری دیگه در قلنگ هم گفته است باید قدو گفتن قدای خر چیکار میکنیم تا برای او پو کشی هزم پیزم کشی زیرانو یا دختر ده چند تا گو بز گوسفه هم با پیلز دو تا خر دیگه هم گفته است در قلنگ تو بگم خود یکی هم خیلی چی هست برای مورا یکان چی گفتی هم گفت شخصا من هم خیلی تصور دارم یکان چی لازم نیست فقط ضعیف نپنیمانی باشه و در زندگی یک دیگر در کمک باشن دست باشن فهمیش داشته باشن یک دیگر را پدر کنن و فرزند کنن یک جای فرزند را پدر کرده خانونده کلان کرده بگیم که یک فرزند سالم همین انسان میروه از خودش تنها یک فرزند سالم به دنیا آورده موندن از در جای خودش زمینیت کرده موندن خلاص دیگر چیزی نیست خلاص همین خونتون آباد باشه هموطنای عزیز من توصیه میتونم برادرها و برادرای بدخشانی هستند بگیم که دیگر بدخشان منطقه و جوانو ده هموطنای عزیز بگیم که و دیگر بلاگر و دیگر ملاگر هایی که هستین در تاجیکستان و دیگر انسان های فرهنگی و صنعتی و مدنیتی و غیره ها هستین بگیم کوشش کنین همین اویلادور شین به یک دیگر و بگیم که خلاص تو همین چیز همین نمونه کنین جامعه ده نمونه کنین تبلیغ کنین که تو که جامعه همین چیز بره دوام دهنده باشه بگیرین ارالشین یعنی که امروز بعد نشوه که یک دیگرتون ده فقط چلی قطعی تیکت کده نشان بدین تو تاجیکی تو بدخشانی تو خوجندی تو کلابی تو قلقی تو لقای تو قطغانی همین چیز از بین بردن در کنید کنکریت یعنی از بین بردن سبب یک راه داره جوانو را بیشتر تبلیغ کردن و بگیم اویله دار کردن و نمو اویله ها را پدر جوت کرده سالم نگاه داشتن همه وقت پسیخولوگا خطی و کار کنن انا دیگر انسانو социальный کمک ها از دولت باید باشه تو که همو اویله رسپد نشوه باز یک نینویستی دیگر پیدا نشوه انا کلابی گیرف دختر ما بعد بود پارت آف دختر ما بچهش قطی در کوچه مون کلابی گنده یا که نمیدونم انا پامیری گیرف پارت آف بچه ما دخترم در کوچه مون قطی یک نوار دیدم گودک زده ایستاده است میگه ترا میگه تا از ذات حرامی یعنی نفرت یمو رو با از کودک گرفته است همین کمبودی رو از بین بردن فقط کار کردن با همین سری نم مثلا نه دیگه تیر در کار است نه توفنگ در کار است نه تانکه بردن در کار است نه میلیارد دلار راسخود کرده ارمیا برده اوجاده ورتالیوت قطعی آدم کشتن در کار است همون میلیارد دلار در سوسیال اکونومیکای حیات نوجوانو دمیتی کمی که میگیره توفاش میتی ماشین توفا میکنی خونه توفا میکنی ذوقمند میکنی که تو که جوانو با یک دیگرش از دیگر منطقه ها اویله دار شوند نمونه خلاص بیشتر تلویزیون میبروریشون بیشتر بگیم که تبلیغ میبری که میشل نه دخترک از کجاند است نه بچه از کلوبی که نه بچه از کجاند نه دخترک از کلوب این اویله دار هستن فرزند دارن زیبا دارن اویله شون خلاص بیشتر تبلیغ برای اونانگز وقتو همین کمبودی از بین میره آینده کدام حکومت ساختنین همین کمبودی رو همین چی را توغری بخپین بگیم که ایشالله که استوستا همون راو نمیشه میره و مردم حاضر مردم خیلی پست بلندن یک دیگریش در نظرشون
پست بلند است. انا ما خلقم برادر، خلق. ولی ترک زبانم خلقم. توزا خلقم گفتم گابو دستکش خلقم. Просто بابام اوچش توجیکای خلاص. اوتاما اوتاشا اوچش توجیکای. مامام توجیکای. بگم کی. ماما کلون میشه. ماما کلونم توجیکای. دیگرش خلقای طرفش. خلقم توزا خلقم برادر. سلامت سربلند خونتون آباد باشه برادر روی عزیزم. Просто بابای ما شیر تاجیک خوردگی خلاص. اما تو ندوست میداره. ما تاجیکی ما تاجیکستانیم. چی خلقه چی لقای چی قطغانی چی لولی تباری. باید لولی تبار ها رو هم بیشتر بگیم. همه آیله ها دا خوش کنیم تبلیغ کنیم تا که او هم یک سوسیال اوروینی انسانی دا داخل شود. خدا نگهبان تو. باشه فراموش نکنید در اروپا دختر بدخشانی توی میکنیم و امام علی را تکلیف نامه روی میکنیم در توی ما.